3 ساعت گذشت. شما هم چی کردی؟ همه هم چی کردی؟ من هم چی کردی؟ اگر منم پول می‌داشتم شما یادم کنم می‌خواید کنم یک سال دوام نمی‌ده باید هم می‌خواد یا نه باید کسی هست خواهش می‌کنم بامازه اینجا خوراک ده این برای بیگاه چی؟ سمانک؟ نه سمانک نه اوه کاشه سمانک بری اکنون وجود خود را به شکل پسترین و عاجزترین مخلوق می‌دارم گدایی آن را به خوک برین یک حیوان بد تبدیل کنم چه؟ به گدا مانم؟ نه؟ نه؟ تلفن داره؟ کی تلفن داره؟ تلفنی که صورت میگیره ما اجازت میدیم در تئاتر ما ممکن است امروز با تلفن بودن سپرده دارم بگم صورت میگیره خواهش میکنم حتی صورت میگیره اوه این سریع رفت فیسبوک داره؟ در فیسبوک تان پرچه فیسبوک مخم نیست نه؟ حتی در ادنه کلاس نکام میشود من کلاس میمانم به تکش نویسید در جستجو 2 شاهزاده حملت تیر قاتل خطاب چی اراج ده؟ بله من قاتل من 3 نفر رو کشتم 3 نفر پدر عروسم و دو دستی نزدیکم را شاهزاده من چقدر صدا میتوانم از این صدا من را تقریب کنم وقتم خیلی کم مانده است بگذار هر کسی که در ادنه کلاس نکی یا فیسبوک میبیند کلاس مانید من شاهزاده نه من شاهزاده بودم من قاتل حملت بدرقه شده گدا بدلت بیچاره صدقه دیگه بکم بگلی بیچاره صدقه دیگه بکم بگلی بیچاره با بدرقه شده صدقه دیگه بکم بگلی بیچاره چیز کدو ابلهان نمینماید این جهان با همه بشکاید بوی مرده استخوان
اجازه دهید در آن خارها میروید و دنیا هم همچنین. آغاز ناهمواری ها، آغاز مادرم مرا مجبور کرد که آدم باشم. مادر خودم پس از 2 ماه، مادرم پس از 2 ماه زنها، نام شما خیانت، نام شما خیانت. چرا؟ پدر مرده، ماهی نگذشته، مادرم شوهر کرد، باز با کی؟ با عمک. تصور میکنید مادرم با عمک، مادرم با عمک. از مرگ پدر ماهی نگذشته، با چون شتاب قبیه من روز هم خواب گردیدم با خیش شوهر. چی میدونه که ای دل بیترک، نمیتواند. ای دل بیترک یا پنهان شد در خاموشی. در عالم آرامی نیست. این دردی زمان است. احمقان را دیوانگان راهنمایی میکنند. و من طبیب لازم، مغزی سرم زخم خورده است و من طبیب لازم. داروفروش؟ داروفروش! داروفروش گفتم با من یک مسکال موشته که کمی خیالاتم تازه شود. با من یک مسکال موشته گدو پول من پول مشته تو دیوانه چی تو بگه در عالم آرامی نیست. این دردی زمان است. احمقان را دیوانگان راهنمایی میکنند. نکی داد آرام شوید.
سوی باش کی؟ ها؟ از دیدار نیست شد کی بوده؟ کتابی کنم بسوی باش سپاریدم بسوی باش سپارید مشکلی هست بسوی باش سپارید آها سلام شما دوم خیر چشم را از در باغ به این به این باغ وحشی چی؟ من کجا شد؟ به این بیابان کوچکان بیابان خوش محترم دیوانگی دیوانگی موش برده موش هیچ دیوانه نیسته به اینجا بیمان شوید از بیرحمی شب آدم آمد دفترش نمیتونه جناب آقا شما به بخت و اقبال چه گناهی کرده بوده که باید شما را به این زندان فرستاد زندان تمام جهان زندان حتی قبرستان تو خود کی هستی؟ مرد صافتلی هستم و مثل شاه فقیر مثل شما فقیر؟ بگو چی میخوایی؟ خدمت خدمت به کی؟ به شما تو که مرا نمیشناسی؟ بله نمیشناسم لیکن در سیمان شما چیزی هست که مرا وادار میکند به شما خدمت کنم آن چیز چی باشد؟ حکم فرمایی توانایی قدرت پس خدمت مرد به حدی بدترین است از این بدتر نمیشه چیکار کردی؟ شاید چیکار کردی؟ هر تغییرات برایم خوش است حضور خودتون محمد جان کلیو دیوانه کیست امامدار یا دهقان شاه دیوانه من دیوانه بیشک بیعقل است کسی که مرتبه فرزند را از خود بالا میگذارد چخل دیوانه نشود چون دخترانش میخواهند که او را نابود سازند شیمیکاری بهتر او را آگاه کرده بود جزایش را بیم با تهدید رگان با بدگویی و شیریکاری بیشار را همراه با التجا دیه به دیه ریسک میترمد من او رو شنفتم
آخرین شاه لیر آباد اولاد به خدا فراموش نکنید ما شاه شنیدم که دختران شاه مرا محکوم به دلقه اعلام کردن تمام راه‌ها را برایم بستند تا بتوانم خود را نگهداری می‌کنم کاش حسایه با تصویدنگار حمله بکردم بر سر آنها چیکار شدی؟ کی؟ من اسبی دیوانه از این شاه تو کی؟ من احمق قطاری از کجا میایی؟ از غرب و شرق شما چی؟ از شرق بگرد؟ خدایا این چی کاری کرده؟ آدمان از شرق به غرب میگرزن از غرب به شرق آره من چنین برهنه را در تلفن دیده بودم قریب که احمقی واقعی نمیتوانست تالبندگی کند باره در طوفان چنین برهنه را دیده بودم نه در قبرستان گرگان را دیده بوده این مهم نیست خدایا فکر نمی کردم که آدم همگی کرنسکی پای دارد ما برای خداها مثل پشه برای کودکان خداها ما را بهر دلخوشی خویش آفریدند خدایان ما را بهر خدا مطلع آفریدند قیامت نزدیک است قیامت نزدیک است چه اینجا شده خیزت از اینجا رو بیاید قیامت نزدیک است این همون روز بچه است اما دیوانه خدایا این بدبختی زمان است همه جا احمقان و دیوانگان احمقان و دیوانگان این بدبختی زمان است این نگاه کن همه جا احمقان و دیوانگان خدایا چی دیوانگان احمقان دیوانه تو باشی مرده دوستان من در همین موضوع خیلی پیش یک پیسچه نوشته بودم ولی درباره چی نقل میکنم؟ درباره اون که چگونه شاه لیر را دخترانش از دربار به دلق کردند و شریکان نیز از جمله و درباره اون که چگونه شاهزاده هملت 3 نفر هملت 3 نفر نزدیکانش را کشته از طرف شاه کلاودی در گفتگو است نامش چی؟ نامش تقدیری فاجعه‌ای خانواده شاه لیر و شاهزاده هملت من مرم این نام است یا خودی رمان نام پیسه نویسنده به فکرت با این پیسچه خود این مسئله را حل کرده میتوانی در دنیا چنان کارهایی میشوند که حتی فیلسوفان در خواب شبشان نمیدونند این مسخره بازی بیکار خوجه این پیست تو به ما چی لازم؟ تو به ما نام ده که شکم ما سیر شود یا بخندان یا خندان وقتی که کلا خالی تخته 4 جمله خونده میتونی نوشته ناستایسته آداری؟ اینا پیسه ما را چیتکه میکنیم پیسه ما را چیتکه میکنیم من خوش میکنم من همین را خونه خوش میکنم بسیار خوش اینا دختر یکوی شاه لیر گنریلیه البته به ترتیب بس کنه فهمیدی؟
اینا دختری دومی شاخلی رگان خوش بود ماش خوش بود خوب کردید که دادی ندادم بینه فهمیدی؟ دختران شما اگر این خیلی خانه باید اونا چه مادرشون رو؟ برای علمی مدرم کردم برای علمی کالا کدوم هیچی تو نمیدونم اینا جوی واقع قبرستان خیلی مدر رو گور میکنی قبرستان؟ بله مدر رو گور میکنی کمک کن قبرستان دو گرکو در دست بیل ها میبرویم موسیقی تایار؟ بله رفت من این را از تو پرسیدنی بودم تو خود خوب میدانی که چرا تو را فرستادم شد فهمیدم برای عقل و هول بگذار معنیش بجایش برد اگر معنیش بجایش نیاید در آنجا اهمیت ندارد یعنی چه؟ امیر در آنجا در انگل دیوانگیش را پایله میبرد در آنجا همه دیوانه فیرم و چه شده به این دیوانگی گرفتار شده است؟ حال گفتنشو خیلی عجیب امیر چه؟ گرفت است و گم کرده است گرفت است و گم کرده است چرا گم کرده است؟ بودن یا نبودن این است سوال بودن یا نبودن سوال در کدام زمینه؟ در زمینه ما از آن ما در زمینه ما گردانیه مرده چرا بوی نداره؟ گوش کن مرده در زیر خاک پس از چند وقت میپوزد؟ اگر وای در زندگیش نپوزد احمد مثلا این گستاخانه سر در زمین 23 سال خوابیده است 23 سال؟ این گستاخانه سر کی؟ از آن شیرین گل شاه یوریک کاری بینم؟ اوه یوریک انا باز یوریک اوه یوریک بیچاره یوریک من او را میشناختم و بسیار شیرین کاری با ظرافت بود وایش یوریک کجا شدن آن شوخی هایت شیرین کاری هایت کجا شدن به فکرت اسکندری مقدونی هم در خاک همین خیل شدنش را تصور میکرد گویا وی دیده بود که اسکندر در آن وقت چیکار کرده است اسکندر هم همین خیل بوی گرفته بود اسکندر را به خاک برند اسکندر به خاک مبدل از آن خاک گرفته کلالی بود دلای سیاه تو چشم داری بینی داری گوش داری دیده ای سالی که کار باید بد میکنن میبینی؟ میخوای ما رو بیاد فوکسشو میگم فوکس؟ کنی و چشم بدل شد چشم برعکس وقتی که چرخ رو بنیشیه بیخیده میرم و باید تفتی گردنت رو میشکنی رحمون برعکس وقتی که چرخ رو با بالا میرم او رو دور که تو رو هم بالا برد دور کلکه تو رو هم بالا برد دور که تو رو هم خودش بالا برد با شما باشه سرود میخونه انسان تانه‌ای احمقان نتاب چون خیرتمندان احمق شده‌اند هر شخصی عاقل عقل خود را باخت میکند خلها این میمون مانه
از آن چی داری کمتر ده نشان از آن چی دانی کمتر کن بیان بیشتر دان از آن چی میکنی فرق هر ده کمتر از آن چی داری خواهد با آن کس کی گفت ملکت را ببخش و دخترهایت قطعه به قطعه کلاهی خود را هدیه نمایم و آن کس کی خوب فندک نموده اینجا میسته ما دو شیرین کاری تر خوب هم شیرین میانی مایان خوابید احمق ببین احمق را اینجوره ببین احمق را اینجور شاه بیدار شد شاه بیدار شد تو مرا احمق میگویی اونانهایی که را نکنی اما با این استقلال شده احمق شما آنقدر هم احمق نیست میلاد عجب نه خاک جسم قیصری رو برای خیشریزی بهتستند سپس از وقت تعمیر خلوجان از آن یک داده خشت بهتستند من حق سکه زدن دارم من شاه از سر تا پای گناهی تو چیست؟ زیناکاری؟ نه من سیادت کشتم همه زیناکاری میکنند هیچ گپ نه تو نمیموری پیشی چشمی من هر پشه شهوت میراند جلوه کن ای فیسق ای شهوت به پاک نسل افزودن گیر و من سرباز در کار سرباز من سرباز در کار ببینید خانم جوانی سر تکلف را از روی نمودش میگویی که درونش یخ باشد ظاهراً چنان به اسمت است که در نزدش از عیش سخن مکن اینک این نازک ادایان مادیان های جامع است کیستند این زنها نیم آدم نیم حیوان از میان بالا ارث خدا از میان پایان در مال شیطان آن طرف جهنم درد آتش فروش محترم و من یک مسخال مشته که کمی خیالتم توضا شود شاه اجازه دهید این دست را ببوسم دست را
خاک کنم از این دست بوی مردار می آید. ای عقل پاش خورده، یک روز تمام دنیا همین خیلی پاش میخورد. دیده ای چی طور سگی پاسبان بگه تا عکاس میزنی بیبار آن بیچاره چی طور از وی میگریزد سخت از این فایی دولتی را اجرا میکند و فایی اطاعت کردن ضرور این فایی کنون نزن خودت حوث داشتی اون کاری که رو میزنی پشتی خودت را کنترل کاری کن هیچ کس گناهکار نیست بگم من همه را سفید میکنم آره من قدرت دارم دهان همه ایدار کننده ها را ببندم ببندم مثل او رفته به خود عینک نوبینایان بخر و ببین چیزی را که لازم است نبین چیزی را که لازم نیست فهمو خوش مزم رو پش زودتر همه را دادی باز شوخی میکنی ها؟ معنی با سفسطه آمزی شفته مونده این برهنه چون میوه جوازه خیرت در جنون از ذخیره های من و تو چی مون؟ نه تاره و نه پوده میدانی که با گریان به دنیا می آیه تو پروگیر شاه میدانی که با گریان به دنیا می آیم از آن روزی که هوا را بوی کردن فریاد زدم گریه از آمدنت اگر خبر نداشتم جوره جان دیلم تنگ آمده شیشه دیلم یاری جان زیر سنگ آمده در پیش راه گل سمن می کاشتم جوره جان دیلم تنگ آمده شیشه دیلم یاری جان زیر سنگ آمده گل می کاشتم گلی گلان می کاشتم جوره جان دیلم تنگ آمده شیشه دیلم یاری جان زیر سنگ آمده جوره جان دیلم تنگ آمده شیشه دیلم یاری جان زیر سنگ آمده مازون نگیریم که به صحنه تئاتر عمومی جهانی آبلهان آمده ما از آن میگیم که برای عمومی جهانی سیرک آمده تمام جهان سیرک مردها و زنها همه در آن مسخره بازن زنها هم نه تمام جهان بیمارستان و آدمان در آن بیمار اما کلاه خوب است اما کلاه خوب است چی فکر جالب بابا این صدها
اسبام پایتوبه زیبایی شطور میپیچم فهم نمیکنم به دامادها هم نمیکنم به دامادها آهسته و پنهانی آهسته و پنهانی آهسته و پنهانی بیزن بیبر بیشکر لعنتها خونو و باب و من همه چیزم رو به دخترانت دادی در خودت یک خط نماد همه چیز رو دو بخیر از وقت موره ها تا که شرمندی نشود کاش هر مرزه که همایشون هر جزایی دارد پسر این دخترهای تو دارد این دختر نداره شما مرد به تو خواهی فقط فرزند حیوان میتواند والدش رو تحقیر کند خواب در این جمعیت پدر خود را برآورده پرتافتن نچیده باشد خواب دخترانش درست کردم تا که تو دیگر کلخانهای خونخوار رو به دنیا نآوری اگر عقل آدم در پاشنایش می بود و در دیابیل دچار میشد مگر من اگر تو احمق من میبودی من تو را هر روز میزدم پیش از وقت پیر نشم پیش از وقت پیش از وقت پیر میبایست تا عقل ندارد پیر نمیشدی تا عقل ندارد میبایست پیر نمیشدی بهوده زور نزن بهوده به تو دخترهای جنان دیاد نیراز باقی گذاشتندی باید این ثروتمندان حتی در خوابشان حتی ندیدن نواز دندبو پاره بشیدم پدر به ارزش باشد نزدی بچه ها درد به بچه بدونم انرژی دارد انگشتری زر فرزند را بیند پول مهر و صفا درد به بچه تقدیری برم تقدیری شریر در نکشاید جواب این غم فقیر حیاتت فرا تقدیری برم جایی تو تقدیری شریر در نکشاید برای فقیر میگوی که اخی شاهن تیره دستی شده آره بخیر گمان میکنه خودی من لکه خریب دیوانه شدم چند پیش من شاه داشتم شاه من همین افتابگیری و مخگیری دیروزه خوش خبری به ما نمیدید عشق سرد میشود خواهران بزدی برادران قیام میکنند در شهر و دهاتها نیزاها در قصرها باشد خیانت روی میدهد رشته بین فرزندان و والدین پوره میشود رشته بین پدر و دختر مادر و پسر پدر و پسر و پدر من روز که میدفنی پدرتان را دیده بودم خوب نیست مثل خود را مسخره کردن البته گفتم میخواهید که جشن عروسی مادرم خوب شاه خوش کردی هرچند برادری عزیزی ما را خاکی قبلش هنوز نخشکیده است و ما را لازم است که عزا داریم لق بنابراین ما خواهر و ملیکه را بزنی گرفتیم مادرم ملیکه گرفترود اوه حامد با چشم میار بر شوقت نظر کن زیتانی این کسفت و موتن بدر کن که قسم را نچاره نپدر هست در من زندگی هست و
چون قدح‌ها خالی شود از آن قهرمانی کرنه سورنای خبر می‌دهد. دوستان رسم است اینا؟ رسمی که قابل قبول نیست. ورزنده نابود کردن است. هیاهوی مستانه در شرق و غرب بدنام می‌سازد ما را بین خلقها. ما را مایستده می‌نامند و خوکانه لقب‌ها می‌دهند. استعفا کرد. حساب و کتاب دارد. آش مردخانه و دسترخوان عروسی کشیده شد. پدر گویا می‌بینی برو. ای رو خواه جنتی باش خواه دوزخی خواه بابدی آمده ای خواه بنیکی بگو چه سری رو سوداست بگو مقصدت چیست ما چیکار کنیم آوازه کردند که روز در باغ مرا مار گزیده کشته است اما بدان فرزند مرا امکات کشته است. آمکان برادری تو آره آن حیوانی فاسق و خون‌آمیز. اگر تو همیت داری این اسناد را نبردار نگذار که بستر شاهان جای فحش و خون ریزی گردد. در دنیای ما چیزی میپرسم زمان ویران شده است و بدتر از همه اینکه من باید آن را درست کنم. اکنون قسم خورید که هر چیزی که اینجا دیده به کسی نمیگوید. مگه میدفی من قسم خورید قسم میخوره قسم میخوره قسم میخوره بهترین آرتیستان جهان خیلی که من به شما خواندم روانوس رو بخونید عراض بزنید شاهزاده حمله رفته بودن یا نبودن این است سوال. آیا تحمل کردن به ضرب تیغ قسمت یا هلاک شدن در مبارزه هلاکت آور بر ضد سیل بیداد و ستم. بودن فراموش شدن و تمام دوستان بخ تارها رو میکنی تار رو میکنی شاهینی فزید ای باتا تو رو خاکفند تو خشم در فزید تو فان یک سره پخش نما سرها کنی زمین یک سره پخش نما باد نواها را باد نواها را باد نواها را بس من گفتم به یگان کرختی با باطین گوشته با باطین حمله زنده طبیعی سخن رو با عمل موافقه کرده طبیعی بودن یا نبودن این است سوال. چرا باید تحمل کند کس به فقر و خواری به رنج و کلفت و ضرب کلتکی دوران بیره و دردی عشق پاکی خالگشته به ریا نادمی تهمت به خدمت ناسپاسی فتنه غیبت و یک ضرب همین تیغ میتوان زندگی از بست برکنم. شاهلی فزید ای
میتواند آتش نفسی حرفایش را سرد کند. میشنوید؟ میشنوید؟ ما با شما سرود میخونیم. شما او را گوش کرده جنبید. وگرنه شما هم به او سخن مقدم میشوید. شما او را گوش کرده جنبید. مادر پسر، دختر پدر، به طوفان، شبانه رحمی نیست در شما زنها. شرم شما با زنها. رحم نداره شما. خرمتان با. هی! هی! رادی دستانگیز! خیال نکنی مهم زیان است که ما را پخش کرده است. هر دهسازه را طوفان راه کشته است. فقط یک باش در این دل اتفاق اخلاق شناسی فرزند مثل این که دهان بگذد دست رو که من رو مثل این که دهان میگذد دست رو که من رو میگذد مثل این دهان میگذد دست رو که من رو میگذد همه قصاص میگیرم من نمیگیرم نگیر همچنین شبه پدر را به نداختم رگانا گلری همچنین شبه بیبار بارم بیبار همه را طاقت میکنم همچنین شبه پدر که با دلی پاک هرچی را که داشت به شما داد هرچی را که داشت به شما داد با دلی پاک بیرون انداختن دیوانه نشدی دیگه لکم نمیکنم ها طرف دیوانگی شام کردی؟ گرم میشه درست. نه تو در آمده پناه جای طوفان نمیماند که از دردها فکر کنم. یه بابا باشه تو هم در آمده پناه جای طوفان
ای فقیران لوچ، هر جا هستند گرفتار این طوفان بی‌رحم، شکم خالی بی‌پناه، باری بزرگ جلده خود را چیکار از این هوای بد نگاه می‌کنید؟ چقدر من کم از این فکر می‌کردم. داروخور! ای منصاب! داروخور! در خودت افتای! آنچه را که فقیران از سر میگذرانم! داروخور! تو که فلک را قدر با انصافتر بینی! با عدالتر بینی! با عدالتر بینی! مرا تحقیل نکنم شمال خوری سانتوریان دارم همه چیزت را به دختران انشادی و این حال گرفتار شدی با من زنخدی با من زنخدی جی مرا میگذم جی مرا میگذم جی شما به اینجا داریم در این سردی در این بیابان به این سردی میشه بیفهمم که نتواند همه ایمان را به اتخام مبادل کنم یا دیوانه سازم من دیوانم این چی شده انتقام والله که من خریلنگم آخر من فرزندی پدری کشته شده که انتقام میفرمایدم هم زمین هم آسمان نشی دیده های بیار با سخن تسلی میدیم مشق دست نمزی میکنم ای مغز بیدار شد ای مغز بیدار شد ای خود بیدار شد ای دل آره بهتر بود تنی لوچت را به این گورستان حواله کنی نه اینکه به قهر آسمانی حواله کنی آره مگر این زمین است نه بیشتر تو اندیشه کن هیچ قرضدار نیستی نه از کلمت برای اندیشی نه از درنده برای موینه و نه گستان برای پاشن اما من سخته و قلبکی هستم آره انسان بیاب و رنگ مثل حیوان بیش نیست خوب اندیشه کن با طبیعت بهت هرچی را که بیگانه است در شهر تومه ها را کشاید در شهر بیهوده است انسان بین و طبیعتی اما در چنین شب و بوزی کردن چنین کیفیت نداره چنین کیفیت به من نداره چشم نگاه کرده میسیدم نگاه کرده میسید دیده ایستده چیش نیست داستان؟ نمیبینم شما رحم داره؟ رحم نیست دل داره؟ زمان بیرون شدم من خودم پناهش من باید من به شما سپردم افیده خوش میکنم افیده ای فرشته دعا کن تا خداوند گناههایم را ببخشد افیده افیده
فعلا هملت من فعلا در اینجا در حجره هم نشسته میدختم که ناگهان هملت در اومد خیزی تو کن خیز کمزورش شده بیکلو جاروبی پویش تو پشنهش فرآورده رنگ رویش سبزه زانومونش میرزیدن مثل اینکه از جهنم آمده باشه که خبر دهد از دهشتی او بعد دست مرا پیش اردو برایم با دقت نگاه کرد مثل اینکه صورتم را میکشیده باشد بعد دستم را سیل کند و سر جنبانده آهسته بو کشید گویا جان از تنش برآمده باشد از سر کتفش به من نگاه کرده راهش را ندیده رفت میدونی من بابا چه مناسبتی خراب میکردم اجازت میدهید بین زانه هایتان سریم بخشش میخوام گفتن میخواستم که بین پای هایتان چه فکر خوب است بین پای های دختر سر نهادن شما امروز در خود نیست شاهزاده خدایا آخر من مسخره بازم چقدر خوشبخت نباشم ببینید مادری من چقدر شادانه نگاه میکند حالا که از مرگ پدرم 2 ساعت هم نگذاشته است چی معنی داره شاهزاده به من از دید بیا چی لازم که نسل گناهکار را زیاد کنیم خودی من گفتم ممکن که باشه رفتم با وجود این من میتوانستم به خود چنان عیب‌های مانم که از مادر زاده نشدنم بهتر بود من بسیار مغرور بدکینه و جاه پرست هستم عیب گناه‌های من قدر زیادم که از گناه‌های از اندیشه‌های پاکم زیادترم ما همه فریبگرانی اصلاح ناپذیریم به هیچ کدامی ما باور نکن دیدی چی این کار من با چقدر مناسبتی نامردانه کردم حمله گوش کن دوستان من گفتم که منم افیلیه با من هرچی خواهی کردگی میبینم که تو دل خوری میکنی توبه میکنی مرحمت افیلیه میبینم که شما صورتگری و رنگمالی را دست میبرید خدا به شما یک روی داده است شما برای خود روی دیگر میسازید بس هست این مغزی من را کار نمیکنه بعدا میگم که در اینجا دیگر یگان خیل نکاح و ازدواج نمیشود با من از دیر بیا دیوانه های با عقل و زیبان میکنن یا میکشن چه عقلی رسوی خراب شده من شوربختی نامراد که بار شهد عشق را کشیده بودم امروز میبینم که آن عقل توانا چون زنگوله کفیده امروز صدای خفیف و درشت ببرارم بله من دست میداشتم فعله را عاشقش بودم اگر 1000 برادر هم میداشت در دوستانی با من برابر شده نمیتونم من میدونم تو چقدر دست میداشتی افیلیه را سهر پشت فیریزه شنم در انتظاری تو وای صدای دختر شنید برون آمد دختر را دید تنبهی در فراوه دخترک را در آورد دختر بود وقتی در آمد پس را دختر برون آمد دختر فهمیده با؟ نه فهمیده نه فهمیده وای کسا فهمیده فهمیده دختر بود بیتر افیلیه در آمد نه کسا فهمیده دختر بود وقتی در آمد پس را دختر برون آمد البته دیوانه نشد چقدر دیوانه نشد بیتر افیلیه پدر این داره حیوانه نیست بلکه هر یک دختر دیگر هم دیوانه نشد من نمیفهمم شما با مسخره بازی های این مسخره باز گریه میکنید یا میفهمید اینک نه شما آقایان نکرد برام خواهیشون نوزه این خیلی آسان است مثل دورا گفتم انگشتانتان رو به سراخه گذارید بادامانتان پوف کنید
پس نه صدای خیلی خوب رو میده چیزی ناتویسته حساب هم میخواهید از من شما میخواهید مرا نای کرده نبازید به فکرتون شما پرده های دیلی مرا میدانید نه؟ میخواهید سالت و نوای دیلی مرا برارید در این فوقچه خوردگک نوای بسیار مصرف هوایی هست لیکن شما برآورده نمیکنید به فکرتون مرا نای کرده نواختن از نواخته این نای که خواهید نامیدن گیرید شما میتوانید مرا رنج کنید لیکن مرا نواختن ممکن نیست کار کنم که آشو ببرکزم سرکو قاتل کرشمه های خونکت را پردای سر کن کشنده زهر ساز از وقت روانم تیره دستم سخت بلیزم زهر در گوشم که بند زیجان و رخت عوض برای گناهکاران اما دو قفس سازید دو قفس سود قفس سازید زودتر اینجا و اینجا حالا اینجا بیار بالا بگیر دستان عزیز با ما دو نفر در کار برای جای نشخای تو دادن شاهی همانهایی که او رو بدرده کردن کی خوش نفر خوشمندان شام نگاه کنید به گنریل ماناد است بارم بیا گنریل میشود راره بیدی ریگان این مادر اسکوزاری طرف مادر گرگان نگاه کنید حتی از چشمان شیطان نگاه میکنید در نزد خود سردان رو اگر همه زنها به همین مردها مانند شود پس قیامت نزدیک است کاش هزار گرد با تفسیدن بر حمله میکردند بر سر آنها زمانی که به دست آنها خیمچه داده هزاری خود را پایان کشیدید
آنان مگی ینک شدی من میخندم از غم گراف با جان احمقان کدک بر شاه من اول سود محاکمه را آغاز میکنه. قاضی دانشمند تو اینجا رفت. چنین کار دوربین تو در محاکمه همراهی با از روی انصاف محاکمه بکنه. از روی انصاف دخترهایم، ما به شما دادیم ملک و حکمرانی و همه حقوق دولتی را. گنری دختر کرانی ما و تو از این حد تا به این حد جاویدان بخشیده بودیم. یک ایمپری کلان رو کدوم رگان دختر دویم و عزیزی ما برای تو و نسلت این یکی ملک را از این حد تا به این حد بخشیده بوده. ایمپری دوم یکمتر از یکم چه توانسته پدر خود را به پرتاب برآورده کرده. کدری چرا تو روش میکنی؟ ایگان هیچی نبرویت چیست؟ اما فراموش نکن تو دلاور بودی زمانی که از ترشروی آنها هیچ پروایی نداشتی. اکنون تو صفر رخم شده. من خوشبخترم از تو. من شریکار هستم. اما تو هیچ شما با افسران عباشتان درباره ما را درباره ما را به فاحش خانه مبدل کردند. اکنون فهمیدی؟ تو دختری ما هستی؟ البته به ترتیبی را بس کنید. تخم مرغ را پند میدهد. رشک خوب از را آورده. احسن تخم احسن. کی میگوید به من کیم؟ لیر هستم یا نه؟ من کیم؟ سایه لیر. نام شما چیست خانمی زیبا؟ من با خوبی خواهش کرده بودم که از رقابتان رقابتان پرخوران و بیوه‌بازان را دفع کنیم. دروغ نگوی کلخات منفور! کسان مالی به منتخبند! لیر ابلیس! لیر احمق! بیزندر را که خیرت را رانده و بیعقلی را داد. بیزندر را! هی طبیعت! آیه مهربان! مرا بشنو! را تو با درد بی فرزندی گرفتار کن. خوش کن درونش را. آها مخیر این دختری شماست. ابلیس است. خوش کن درونش را تا از شکم نجیسش هرگیز بچه به دنیا نآید. وای نبیری شما میشود. او از ابلیس است و اگر زاید فرزندش را از کین بساز تا زنده ماند بهر عذاب وی. شاهم توبه گوی. بگویم او مرا فراموش کرده است. بگذار برای جوانش آن طیف چین‌ها کند. در رخسارهایش از اشک سوزان جوی‌ها بکند. در مقابل مهر مادری و همه زحمت‌هایش با خنده و نفرت جواب دهد تا که او حس کند که از نشمار تیزتر است. حق ناشناسی فرزند. پدر! شما پیر و فرتوت شده. اینجا جوانان لازمه. از حکمرانی دست کشید. من همه چیزم را به شما دادم. خوب کرده داده. نداده باشدم. نداده هم بینید. خدا این من پیر بدبخت حمیده زندگان اوریدم. ای بدکیل دارا از هر دو چنان قصاص میگیرم.
چنان قصاص میگیرم هنوز نمیدونم چی گونه کار میکنم که دنیا رو دهشت فرا میگیرد. چون مرحبا با این قصاص کریم از دخترانتون قصاص کریم با این قصاص گیرم. خیال میکنم میگیرم. من نخواهم گریست. شیرین کن. دیوانه میشم. ما اینجا آمد. دیوانه میشم. آمد ما گفتم تو تابی مرتی در بالی ها در خانه خوش فرامتر بوده از سیلابی بالا در سراخ فرامتر بوده گوش کن بیا از دخترهایت حضور خواهی کن این شب نه به احمق نه به عاقل رحم میکند حضور خواهی کن هر کس که نه عقل دارد فقیری تلخ نداند بدت باد بارد باران مشانکی انتظار از تیر ماهی تیره با سری خود فکر نمای اگر فکر کنید با پای آرام نمیگذارم گردی آبیله پای فرا رسید فرصتی فاش شدن بدکرداری های پنهانی. دست خون آلودت را پنهان کن تا مردن بیترس. ای پیمان شکنی مکار زیر نقاب نیکنامی. ای جنایتکار که جنایت از قانون مخفی مانده است. ای گناهی نهان پرده های اسرارانگیزت را پاره کرده عفو و امان خواه. من گناهکارم لیک کمتر از آنهایی که در نماز بستند. ما توبه را دوام میدهیم. گناهکاران این آبتی را بیارید زودتر. دوستان عزیز با ما با دو نفر دیگر دارم همان بایی که برای اجرای نقش‌های امکی من شاه کلاودی و مادری من گرتروده آمدم همان مردی که پدری من را کشته مادرم را بزنی گرفته است کی بفهم بایش داره برایید اینجا گرتروده مادری حمله جای شما اینجا جا جایی بوده این طرف گذارید رگان ما زودتر خواهید ها زنی مردم رو گریچه رو میدانید آدم کشی رو میدانید اما با خانه برامدن ها میجلسه تازه دانشمند تو سودیگی نکنی رفته. دیرم نخواهم بود چرسته؟ شرم نکنه؟ ظالم نخواهم بود رابط بیهوده جزا نمیدیم اوکی؟ آماده هستید؟ سر میکنید شاه کلاودی شاه دانیل حیوانی فاسد و خونآمیز با افسون مکر سحر و جادوی عقل ملیکه را که گویا پاکدامن زنه بود به همخوابگی ننگین مایل کرده است. دانیل رزیل نیست که مکار خدا زده نباشد. گرتروده ملیکه دانیل مادری حمله کشدون زیری بوریا مار سیاهکار رزیل با تبسم رزیلانه ببینید مادرم چقدر شادانه نگاه میکنه حالا که از مرگ پدرم 2 ساعت هم نگذشته از خانه نه 2 ساعت نه 2 ماه پوره شاهزاده 2 ماه خواهش میکنم پیش صبح نمایش ما اون نشسته با دقت گوش کنید تو چی میخوایی؟ بخواه من همینجا این چی بسری و بیرحمی؟ این بسری و بیرحمی خواهد یکم از کشتار شاه و ازدواج با برادر شاه کشتار شاه؟ کشتار شاه مین نکرده بس آوازوی سود جواب بود کشتار شاه چرا با من دقابنا رحمان میکنم رفتار میکنه شما چقدر رفتار کنم وقتی که شما روی ناموس رو سیاه میگردانید
عفت رو دروغگویی میکنی. گول عشق مقدس رو زیر پا میکنی. عهد و پیمان نکاح رو به قمار تبدیل میده. من خود گناهکارم، لیک کمتر از آنهایی که در نزدم هستم. بله من گناهکارم، ولی من به او چی میگویم؟ آخر او قاتل را نمیبخشد. مادر، ای فرشته ها، مادر عبادت میکند. چه فرصتی مناسب، یک ضربه حمله او میخواست سرم از تن جدا کند، مگر کاری لعنت زده نیست که بگذارم این کیر گوشت تنی ما رو خود کرده شود. حمله مادرم فریاد تو نفس کش، زندگی کن، من برمیگردم. لبیک مادر جان. چرا تو پدرت رو چرا تو پدرت رو تحقیر میکنی حمله؟ پدرم رو کشته مادر. برای چی شما پدرم رو تحقیر کردید؟ از باب محبت لب نکشید. این شرم کور رنگی سرخه. اگر درک‌های زن سالخورده خون این گونه جوش خورش دارد، پس از جوان دختران از جوان دختران عفت و پاکی را چگونه انتظار شده؟ خیز نمونه دهشتناک نشان میدهید به عروسان ما. به راحت خوابیدن در آن بستر فحش، فیس، فجور. مادر، آخرین رسوا، مسخره 10 بار کمتر است از در یکی مرگ کشوی شما بود. دزد و قاتلگی دزدید دولت و حاکمیت را، ساعت به کسه، گرم بها را. حمله دلم را پاره میکنی. بگذار صدای کرنه سرنای و غلغل تب در سماعت صدای آمد در زمین. ای رعد قربان، کارکنان شعله های خود را با چشمان مغرورش افکنید. ای لب را بخار که برمیخیزی زیر آفتابی سوزان، حسنش را زر زن تا کبری وی نابود شود. دایره جانم را گیری جانم را تا که با وسوسه شیطان پیش از حمله نارو ندیم. گیری جانم را دوباره خواهش میکنم خوابتان نبرد سر میکنید. محاکمه را دوام میدیم. اول او را سود میکنیم که گنریل است. با قسم در نزد قاضی محترم دعوا میکنم که او پدر خود شاه را لغت زده پیش کرد. میبخشی نامش رو بینری؟ نه این کار کردن نمیتواند. توی خوله پیداستم. این گنریل است، این قطی خالی گنریل است. این گنریل تو با اون گرده نمیارزی، با برویت میارزی. حیوان ها چی کرده با پدر خدا؟ چی کرده؟ شما او را درانده به دیوانگی رسانده. حتی حیوان همین در رفتار نمیکرد. شنوان فراموش نکنید من شاه، من دلیرانه سوی مرگ میروم. هنه دیگرش با نگاهی کج و اسخندآمیز میگوید که دلش از چی ماده است. بگذار بدن ریگان را تشریح کرده بینند که از چه سبب‌های طبیعی دل انسان اینقدر سرد بشود. خود را بین ابلیس که این در شیطان هم چنین منصوب نیست که در شب نه. رفتم چنین کار نکن حیوان. اگر بکات کم اجازت کم در تو باید را
ملیکه هستند که لبشون را اینج کردن شد. اوب میخوری اوب میخوری اوب محمد اوب آبله اول شما توبه کنید ملیکه. بشوکی زردوش بشوکی. که زردو مخرم میخوام که زردو شما مرده تمام دیگر راهی نجات نیست ملیکه. الوداع مادر. خدا یارت. الوداع ملیکه دیگر نیست با همه شاکران دومکا شاکران دومکا شاکران این آخرین گناهکار است. هرچی هست در دیدار طرفم مرا ملامت میکند و انتقام سوسی رادم را به شتاب و جدل میاندازد. خوبه هست، اراده هست، سبب هست، ولی ای همدشم باش خونی رو بباک تا در نبینی رو ای ترک زهردار رکارای اگر چیز میشده باشد دیگزار حاضر شود. اگر آدم میداند که میمیرد پس چی فرق دارد که کل میمیرد؟ دیگزار حاضر شود. نه من با هم نرسه برا بزارتی در کار میخوابم من حرکت در دوزخ هستم الهیمان در جنتی من در دوزخ هستم استخوانم بسپرم استخوانم بکنم بیا بکن در دوزخ هی استخوانم بکنم دیگزار میخوابد. برو تمام جانش حلاک شده و تماما دیوانه شده. بازم راه نجات نیست بازم اسیر هستم من طبیعی بیاره از سرم زخم خورده است من طبیعی بیاره از سرم زخم خورده است اون دوستم که من بدبختم اما بدبختر از من در عالم آرامی نیست فقط شما رو میکشم کاش فقط شما رو میکشم شما چی؟ بکنم که چون گنگ و خموش فیم اگر من فرصت میرسم برای گفتم خواهم بسیار دارم یکی چی دارم دوامش سکوت